دوران عزیز با یک نوار دیگر نشان میدم در همین خانه که همینجا در گفتم ستیل آب دارد کو یک چولی ملک ده از دور یک درخت پیسته دیدم. من گفتم بیا همه تماشا کنم، جیرم روی کردم گفتم رو ببین پیسته بستگی است. گفت او بستگی عجایبات بستگی. باز میبینیم همین درخت یک تا پیسته یک تا پیسته در اینجا هست. انا این پیسته هم بستگی و یک دیگه انا اونجا هست. وای نبسته است در لبیره وای نری نباشد. اینش مدینه چون که اینش میگد بستگی است عجایبات دارد میگد. همدیون عزیز در همین چولی ملک به آب دیدید یگان آب نیست در این خانه دون. این پیسته رو بینید چه بستگی پیسته محله کنی این کافیده سود است. این محلی که هست مایده است. من کافیده خندان شده است. کشو انا که میبینیم اینقدر بسیار دارد. نبینید این در استانبول. همدیون عزیز من برای چی فقط تشویق پیسته میکنم. بینید که در یک چولی ملک به آب پیسته همین بستگی دو پیسته تاجیکستان پیسته قیمت بها است. بخش رو بینید اینجا نه آب است نه آبیاری است هیچ نیست، لیکن پیسته با درجه عالی بستگی. اینا بینید چه پیسته بستگی پور است. دیدید انا همدیون عزیز برای چی من میگویم پیسته کنید او بینید که پیسته نه نگاه و بین دارد نه داروکنی دارد در همینجا نه آبتیی دارد هیچی نداره. باشه اگر 3 کیلو پیسته بستگی باشد همین 300 پیسته دارد. اگه من 3 کیلو گفتم لیکن بسیار تر دارد. اینه بینید او بالاها پور. اینه بینید چه پیسته بستگی. یعنی او پیسته پزدگر میکفد پیسته اگر نچینن مونن که باید تو آخیره ایستاد همش هم خیلی میکفد. و پیسته تاجیکی دونسته مونید که همه با مزه هست لیکن عصبی من مایده بودنش سلاکه که صفتش میزه. بس سلام دو داره یکش نازی همه پیسته آب میده یک مرتبه نه همین چند ساله شد یک 20 ساله 30 ساله قدیم. بعد من نگو که همونجا ستیل آب شما میمونه برای آدم آب خورن گفته شما همونجا آب داری که آب میخره تون همونجا چند ساله ستیل آب میمونن. دور بابات از دور بابات شما پشت به پشت همونجا ستیل آب میمونه تون که خلق خورده خلق رهروه خورد. نامت چیه بچه جان؟ محمد ربی ختم ستیل پرو آب کرده برده میمونی. بچه جان یک جهان تشکر. انا خودت را در پناهش نگاه داره بچه جان. من در اینترنت میپرتم تماشا میکنم تا با همون ستیل آب موندگیتون که رحمت به شما جوره جان محمد ربی جان. انا این پیسته هر سال میبنده هر سال میبنده هم میشکوفه خودش هم خیلی میکفه با اینه بینه ما خراب کفیده پختگیش کفیده اینه بینه پختگیش کفیده است اینه پختگی کنی کفیده گوش خیلی نشونته. محمد ربی همه پیسته یگان دورو میزنه تنشه یگان اومتیه یا ابرسکه میکنه هیچی همه خودش میبنده و میوه میتیه شما میچینه میخوره. ای رحمت هم دوران عزیز منه باز تکرار میکنم پیسته پروری رو شما براه مونید در همین آفتاب سوزانی که 45 گرادوس از اتور سری ما شما یگان کار میکنید فقط ماه اوگوست بعد الان پیسته رو میچینید بینید همش میشکوفه همین میشکوفه به خندونک میشه همش بیسته میشه تو آخیره خوشو پزه آخیره موده میشه لگیست شما تو نقص میپزه با میچینه خوردن میگیره میخواه پختگیش نه اما که سفید چینان میگیره نبینه ادادا هم خیلی سفید میشه سرخ میشه سفید میشه پختگیش نه سفید چینان میگیره چه پیسته تاجیکی با مزه است همدیون عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد. بینید که محمد ربی هر روز همونجا با ستیل آب میموند که آدم آب خورن نوار پیشنگیز ستیل نشون دادگی بودم که همین راه ده خودشون آب خریده میخورن و از آب خریدگیشون راه ده ستیل میمونن. در پناه خدا باشید.